گله داره از سازمان ملل که این همه بچه های من کشتن، اینا صداشون در نیامد. اینا پس چی جور مال سازمان ملل هستن؟ ما توقع داشتیم که اینا صداشون در بیاد، حرف بزنن، بگن مگه این بچه ها چه گناهی کردن؟ مگه این بچه ها چه تقصیری داشتن؟ چرا کشتنشون؟ من مادر مگه چقدر طاقت دارم که انقدر باید داغ بچه هامو ببینم؟ اینا خودشونو مسلمونم میدونن، میگن ما مسلمونیم. مگه مسلمون اینقدر اذیت میکنه؟ همه‌شون تحصیلاتشون بالا بود. من یک دونه مادر این همه زحمت کشیدم، بچه های تحصیل کرده ما رو بردن. اینا بچه های تحصیل کرده منو کشتن. سازمان ملل چرا نمیگه؟ چرا اسم اینا رو نمیبره؟ چرا اینا رو حرفشونه نمیزنه؟ من توقع داشتم از سازمان ملل که سازمان ملل اسم این بچه ها رو بگه توی تلویزیون. مثلا میگن سازمان ملل میخواد بررسی کنه، میخواد به درد مردم برسه، در صورتی که 6 تا بچه منو کشتن هیچ صداشون در نیومد، صداشون در نمیاد. حالا تازه از دست سر دخترم هم بر نمیدارن. بابا جان بسه دیگه، ظلم تا چقدر، تا چه حد؟ توقع داشتم که سازمان ملل حرفای منو بشنوه، حرفای منو ضبط کنه، اسمی از بچه های من ببره، در صورتی که هیچ اسمی از بچه ها نبرده. همش از خودشون تعریف میکنم. از سازمان ملل برای چیه؟ برای تعریف خودشونه فقط؟ و تعریف بچه ها، تعریف ملت چیه؟ اینا بعد از دستشون که نبادا خطاهای خودشون رو بره، بچه های منو کشتن. همینطور که دل من سوزوندن، خدا دلشونه بسوزونه.